صبح بخیر. حالتون چطوره؟ من رفتم ژاکتم رو از ماشین برداشتم چون همیشه مرکزی که توش کار میکنم یخ با اینکه بیرون گرمه ها، ولی خب باید یه ژاکت ببرم که تو بپوشم. امروز کلا یه برنامه مفرح داریم، میخوایم بریم سینما این فیلم جدید اونجرز رو ببینیم، یعنی اونجرز جدید ثاندربولت. وقت آزمایش خون دارم قبلش. امروز کامل میخوام با من باشین و یه ولاگ خوشگل بگیرم. به طور خیلی عجیبی جایی که باید آزمایش بدم توی در واقع فروشگاه. خیلی عجیبه. رسیدیم دم فروشگاه و اینجوری بودم که خب آدرسی که زده همینه. بعد دیگه فهمیدم که ته اینجا در واقع این آزمایشگاه است. دنیای عجیبی به خودم. الان منتظرم که یکی ایشالله از این درا بیاد بیرون و کارمون انجام بده. کاترین برام اسباب بازی آورده. ای تو نری تو در و دیوار. خب من امتحانش کردم. چیز جالبی بود، همه چیون خیلی باحال بود که میتونستی ببینی، ولی هم سردرد میده بعد یه مدت، همین که سرگیجه میده و کلا از این خیلی پیشرفت تکنولوژی میترسم. I want to download some like we should buy one. Yeah, that's what I was thinking. Wait, I can write. کاترین یه آهنگی که توی یه ویدیو دیدم که خیلی آهنگر دوست داشتم و شنید، بعد الان داره آهنگر رو زد.
هم پیانو میزنه هم what was the instrument you were playing؟ اوبو که یه چیز این فلوت خیلی بلنده. From what age you were playing it؟ پیانو از 6 سالگی میزنه، اوبو هم از 8 سالگی. بعد دیگه تا این آهنگ رو شنید سریع روی لپتاپش برام زد. بعد گفت میتونم بذارم برات، بعد مثلا یه تغییراتی بدیم، بعد روی ویدیوهایی که میخوای بسازی بذاریم. چرا شروع کردم یه سری میخوام که یعنی از ویدیوهای یوتیوب تو اینستا بذارم. نمیدونم دوست دارم اینستام خیلی مثلا به آدما حس زندگی رو بده، ویدیوهای نرم و خوشگل و اینجوری باشه، ولی الان نمیدونم حسم خوب نیست. فکر میکنم اون چیزی که میخوام نیست هنوز. برای همین دیگه با بچه‌ها و نیما حالا اینجا بودیم حرف میزدیم. کاترین الان اینو زد دیگه، گفتیم اگه بشه بعدش هم بده مثلا نیما یه تغییراتی روش بده که مثلا از ریتمای آهنگایی که معروفن و مثلا کاترین خوب بلده مثلا نوتا رو دراره بزنه، بعد نیما روش یه تغییرایی بده، مثلا یه آهنگ جدید مثلا من اون آهنگا رو بذارم. خیلی جالب شد اصلا، یهو تونست بزنه. خیلی حال کردم واقعا. I have a super friend. راستش توی اینستا از نظر پرسیدم که به نظرتون مثلا ویدیوهای مثلا هنری تر بهترن یا مثلا ویدیوهایی که مثلا دیدین یه قسمت از یوتیوب رو برمیدارن بعد مثلا روش زیر نویس میذارن همون رو آپلود میکنن هیچ تغییری نمیدن. همه گفتن گزینه 2 که همون یه قسمتی بذار مثلا چیز خنده‌دار بذار مثلا اون جای مهم رو بذار و اینا، ولی من خودم طرفدار گزینه 1م. همیشه وقتی که خیلی منطقی جلو برم بگم اوکی این بی‌نتیجه‌اش بیشتره، بعد یه چند وقت خودم حالم خوب نیست، احساسی هم مقداری. برای همین تصمیم گرفتم که همون کاری که دوست دارم بکنم واقعا، چون نمیتونم دوباره 6 ماه دیگه بگذره و بگم که اوکی دوست ندارم بعد دوباره بخوام ویدیو رو بردارم دوباره شروع کنم. برای همین از همین اول گفتم که همون چیزی که دلم میخواد انجام بدم. بیام براتون یکم حرف بزنم و بگم که چقدر خوشحالم که دوباره تونستم براتون ویدیو بذارم. توی این مدت انقدر بالا و پایین شدم، عصبانی شدم، ناراحت شدم. بیشترش در واقع بخوام صادق باشم حسای بد بود، ولی خیلی خوشحالم که اکثر آدم حالشون خوبه و امیدوارم که زودتر بتونیم از این حال و هوا زود در بیایم و یه روزی واقعا برسه که جز آینده و چیزای خوب به چیز دیگه فکر نکنیم و همش در مسیر پیشرفت باشیم، کنار کسایی که دوست داریم باشیم، دغدغه‌های کمتری توی زندگیمون پیش بیاد. با اینکه من خیلی نسبت به زندگی اینجوری نگاه میکنم که هر چیز بدی هم که اتفاق میفته یه درسی توش هست و درسشو برای خودم گرفتم و امیدوارم که شما بتونین نسبت بهش اینجوری نگاه کنین، بتونیم که دست به دست هم بدیم و دوباره حال خودمون رو خوب کنیم. خیلی 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 دوستتون دارم و امیدوارم که هر جایی که هستین خوشحال و شاد و سلامت باشین. امیدوارم که هر هفته دوباره اینجا ببینمتون و تا هفته دیگه. خداحافظ.